اینا دوستان عزیز اکتریس‌های ما رو ببین گره. اینا مونتاژنیک من نگاه کرد. فاروق اینی اکتور منو خوابش بردن. خالوربای بدوری. خیلی برادرها در اینجا اینا رپتیسیا و چیکار استیم مونتاژ. صحنه‌های نو انتظار باشید کاروچی. چیکار کنیم؟ آخی چی میشینی تو؟ وای خودش یک کمبغل بدایو. مرده چی شیشتی دای روزی رمضان آخی در خانه هیچی نیست های. اما کی را گفته استم؟ دیوانه گفته استم. او برای چی نگفتی که ای خیلی کمبغل ما وقت فکرشو میکردم. من میدانستم که تو هم خیلی کمبغلی کو و افشه شونه میکردم. چی؟ شونه میکردی؟ آخی هیچی نداشت هایی. بعد پیش ای توی نمیگی. آخی تاتره گرفتن کو هم بهشو میگشتم ساز بود. فهمیدی؟ من ترا پیش ای توی میگفتم فقط میخندیدی هی هی کدا. تو پیش ای توی کی گفته بودی؟ نگفته بودی. نگفته بودم چی گفته بودی؟ نگفته بودم کو. چی گفته بودی؟ کی گفته بودی؟ نگفته بودم تا کی گفته بودی تو؟ نگفته بودم تا. چی گفته بودی؟ من گفته بودم ترا چنبو. گفته بودم که من به غرض تو دیگه هیچی ندارم. تو هی هی کدا میخندیدی. چی؟ یک کرگن کرگه عقلا قدر کرگن کرده تو رفتن نیستی فوتبال خیلی دامگرش ما خیلی اوخی نه نه فوتبال اوخی تو کدی بو عروسی ما نیست ها چیکار چیکار خداش شناسه شوهر من آسیف یازده جان چخیلی یازده در خود تو چند خیانده نرزی سوزی این وقتش من حسیف به حرمت نکنم این کودکی حرمت نکنم من خیال که یکم قضیه غم داده است برایم پیش اومدم که خدا را شکر که حسیف من صاحب شوهر شده این کودکیش آشنای ما جوره کلاش دگم حسیف این کودکیش این دگانش عروسم بود چی؟ این دگانش عروسم بود چی خیلی دختر بونا